گاهی ما کاری کنیم ولی تا دلمون منتظریم نتیجه شو ببینیم. منتظر تحسینیم، پول، موفقیت یا هر چیزی دیگه. ولی همین انتظار خودش منبع رنجه. در کتاب بھاگواد یه جمله معروف است. آیه 47 از فصل دوم ترجمه شده از سانسکریت. One has the right to perform their expected duty, but not the right to the fruits of action. One should not consider oneself as the doer of the action, nor should one attach oneself to inaction. یا به فارسی حق تو تنها در انجام وظیفه است، نه در میوه عمل. هرگز نباید خود را علت نتیجه کار بدانی یا نه به ترک عمل دل ببندی. یعنی چی؟ یعنی تمرکز کن روی نیت و عمل، نه روی نتیجه. وقتی فقط برای نتیجه کار میکنیم خودمون رو محدود میکنیم، ولی وقتی با نیت درست عمل میکنیم عذاب میشیم. مثل یه باغبونه که گم میکاره اما نمیدونه کی شکوفه میده. وظیفه‌اش کاشتنه، نه شکوفه دادن. ما نمیتونیم همیشه کنترل کنیم دنیا چی میخواد بشه، ولی میتونیم تصمیم بگیریم از درون چطور عمل کنیم. عمل بدون انتظار نتیجه در واقع آزادترین عمله. خیلی ممنونم که گوش دادین. اگه این حرفا به دلتون نشست لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.